дар муқоиса нисбат ба ҳамин даври соли 2019 تعداد صدمه‌ها با 5 حادثه، هلاک شدگان به 2 نفر و مجروح شدگان به 4 نفر زیاد میباشد. اساساً این صدمه‌های نقلیاتی در شهرهای خوجند، اسفره، کانیبادان، بوستون و ناحیه‌های شهرستان، مسجد، باباجان غفورov صادر شدند. در 10 روز ماه اپریل سال روان بر اثر 6 حادثه راه نقلیاتی 3 نفر نابالغ هلاک گردیده، 3 نفر بعد گرفتن جراحت‌های جسمانی در مؤسسه معالجوی بستری شدند. در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 7 شهر خوجند کارمندان مسئول بازرسی دولتی اتومبیلی در بین خوانندگان صدمه نقلیاتی را که سنه 2 اپریل سال روان تقریبا ساعت 13:30 در محله 20 شهر خوجند با اشتراک پیاده‌گرد نابالغ عبدالرحیم کریمov 8 ساله استقامت کننده شهر خوجند خواننده سیل یکم همین مؤسسه تعلیمی رخ داده بود محاکمه نمودند. کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی اوید وضع انتظام کودکان و نورسان در کوچه و راهها و عاقبت‌های قاعده ویرانکنی آنها برآمد کرده از طالب علمان دعوت نمودند که به طلبات قاعده حرکت در راه منتظم رعایت نمایند. با مقصد پیشگیری صدمه‌های نقلیاتی با اشتراک کودکان و نورسان بهتر نمودن انتظام آنها در کوچه و راهها و جانانک نمودن کارهای تشویقاتی ترغیباتی در همکاری با مسئولین ساحه معارف از سنه 11 تا 20 ماه اپریل سال جاری در حدود ولایت چهاربینی مقصدناک با نام شرطی بچه‌ها تشکیل و گذرانده شده ایستاده است. بنابراین راهبری شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی راستی وزارت کارهای داخلی جمهوری ترکستان در ولایت سوغ از همه پدر و مادران، آموزگاران، فعالان محلی جماعت‌های دهات طلب می‌نماید که گشتگذار بچگان را در کوچه و راه‌ها زیر نظارت گیرید و در بین آنها بیشتر کارهای تبلیغاتی و فهماندهی گذرانده آنها را به کارهای فایده‌ناک جلب نمایید، زیرا احتیاط کردن فرزندان خردسال یکی از وظایف اساسی ما کلانسالان میباشد.